مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. آقا یه 10-12 روزی من به خودم استراحت داده بودم تو سال جدید و ویدیوی جدیدی رو آپلود نکرده بودم. خیلی دارم براتون تنگ شده بود واسه فوشای واسه تعریفای عده، واسه تهدیدای عده دیگه، واسه انرژی های مثبتی که شما واسه من میفرستید و ممنون از همه شما. البته توی اینستاگرام فعال بودم و اونجا حالا سعی می‌کردم که یه سری محتوا تولید بکنم، ولی آقا دهن منو یه سری آدم‌ها سرویس کردن. یعنی اولین سوال مشترکی که آدما توی خیابون از من میپرسن، تو کازینو رفته بودم، تو کازینو داشتم بازی میکردم، یه عزیزی اومد و حالا چند تاشون بودن و منو میشناختن و از من سوال کردن که آقا این تتلو چی شد؟ آقا بذار حالمونو بکنیم اون شده حال نکنی چه سوالی میپرسید. ولی خب به هر حال امروز خبرگزاری مهر اومد یه خبر اختصاصی رو منتشر کرد که حالا میتونم اینجا بهتون نشون بدم. نوشته که تصویری قشنگ اینجا مسلط بکنم که باشه. نوشته اختصاصی مهر صدور قرار جلب برای دادرسی تتلو. برای چی خونم چند وقتی اجرا نکردم، فارسی هم ضعیف شده. صدور قرار جلب به دادرسی برای تتلو، حالا فرقی هم نمی‌کرده اینا، و گفته که بر اساس اعلام یک منبع آگاه قرار جلب به دادرسی برای مقصودلو معروف به تتلو صادر شده و این فرد به استفاده از اینجاش جالبه، این فرد به استفاده از مسائل غیر اخلاقی و جنسی برای بیشتر دیده شدن اعتراف کرده. یعنی حالا اعتراف کرده یا اعتراف کردوندنش، بعدش هم سلاطین، یعنی حقوقتون رو 2 برابر میکنن انقدر دارید زحمت میکشید. مثلا این واژه دیگه استفاده کنم بودم محترمشونه. اعتراف کرد چه ولی خودش اینو گفته بود قبل. شما این کار کردید که اعتراف میکنین که همه میدونن. شما از خوتن سبزی فروش و عمو جانی هم بپرسی میگه که تتلو این کارو کرده. آخه دیگه اعتراف داره. بعد گفته که اطلاعات دریافتی حاکی از اینه که برای امیرحسین مقصودلو معروف تتلو با عناوین اتهامی مختلف از جمله تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات اون با تولید و انتشار آثار هنری مستهجن. البته ما باید ببینیم که معنی مستهجن از دید شما یعنی چی، و دایر کردن سایت شرط بندی به منظور قمار و دعوت مردم به این کار، توهین به مقدسات اسلام و سایر مخلفاتش قرار جلب به دادرسی صادر شد. شنیده حکایت از این داره که نامبرده در فرایند تحقیقات قضایی به انجام اقدامات ضد فرهنگی و مستهجن به خصوص استفاده از مسائل غیر اخلاقی و جنسی به منظور دیده شدن معترف شده. فشارتون نیفته انقدر دارید اعتراف سنگین میگیرید از تتلو. البته این چیزی بوده که اینا انجام دادن و اعترافاتی بوده که از دید خودشون کردن و گفتن که تتلو به این کارها اعتراف کرده. اما چیزایی که من خودم بر اساس منابعی که داشتم، اینم بذاریم کنار، با این کاری نداریم، بر اساس منابعی که داشتم متوجه شدم در خصوص تتلو این هستش که حالا چون مامان تتلو هم یه دونه پست گذاشته بود که آره تتلو قراره با وثیقه آزاد بشه، یه عده اومدن گفتن که تتلو توی خونه امن نگهداری میشه. عده دیگه اومد، میخوام شایعاتی که تو این 1-2 هفته که ما نبودیم، تتلو توی خونه امن نگهداری میشه. عده گفتن که نه تتلو یه دونه گوشی موبایل داره باش عشق و حال میکنه. عده دیگه گفتن که توی انفرادی نمیدونم یکی دیگه از زندانای کشور. یه جا دیگه من خونده بودم گفته بودن که تتلو خودزنی کرده بوده و حالش بد بوده. البته اون چیزی که من موثق شنیده بودم این بوده که تتلو رو چند هفته پیش به بیمارستان منتقل کردن به خاطر اینکه تتلو به معنای واقعی کلمه معتاد بود و مواد مصرف میکرد و وقتی که حالا به یه معتاد هم مواد نمیرسه طبیعتا خب حالش بد میشه دیگه.
و بردودنش بیمارستان. تحت شدیدترین مراقبت‌های امنیتی قرار گرفته بوده. البته اسمش رو توی بیمارستان ثبت نکرده بودن. عموما بعضی از زندانی‌هایی که بسیار امنیتی ان و سری ان، حالا سعی می‌کنن که با پروتکل‌های امنیتی بالا این افراد رو ببرن و اصطلاحاً نگهداری بکنن و ثبتشون هم نمی‌کنن توی بیمارستان و کار حالا درمان یا چیزی هستش که نمیشه توی درمونگاه خود اون زندان انجام بشه، منتقل میکنن به بیمارستان که اتفاقات این تیپی نیفته. اما اون چیزی که من از منابع خودم دریافت کردم در خصوص تتلو این هستش که گفتن که تتلو رو قراره که یه اعتراف اجباری ازش پخش بکنن تو تلویزیون. احتمال زیاد توی بهمن ماه اتفاق بیفته. البته ظرف یکی دو روز گذشته خیلی این صحبت بود که آره قراره که پخش بکنن. این فیلم های اعترافات رو ازش گرفتن و با خانواده‌اش دیدار کرده، با خواهرش و مادرش دیدار کرده. به خانواده‌اش گفتن که به هیچ عنوان اجازه ندارید از جزئیات ملاقات پسرتون به بیرون صحبتی رو انجام بدید. و یه عده میگفتن که یه سری سربازایی که توی زندان بودن برای تتلو نمیدونم مواد غذایی اینا میگفتن که البته این شروری بیش نیست. در حال حاضر تتلو در بازداشت اطلاعات سپاه به سر میبره، در انفرادی. این چیزی هستش که نزدیکان تتلو، حالا نزدیکان تتلو اون خواهرش و مادرش اومدن و به دوستاشون گفت بودن. حالا چند نفر هستن که نزدیکن به تتلو و حالا چون زیاد تتلو پروندهش به اون شوری نیست که بخواد حالا یه زندانی امنیتی باشه، چون معمولا زندانی امنیتی بهشون قرار ملاقات نمیدن. پرونده تتلو پرونده امنیتی آنچنان نیست، اما چون از حساسیت بالای برخوردار هستش و خیلی جزئیات خبر بازداشت تتلو میتونه تاثیرگذار باشه و جو جامعه رو متشنج بکنه، برای این دروازه‌بانی میکنن خبرهای تتلو رو. و اگه توجه هم بکنید به صورت قطره چکونی سعی میکنن که اخبار تتلو رو در رسانه ها منتشر بکنن. خیلی سعی نمیکنن که این قضیه باشه. 4 تا شاکی خصوصی در حال حاضر تتلو داره. یک موضوعی که این قضیه رو با چالش مواجه کرده در خصوص تتلو این هستش که 2 تا از خانواده‌ها اومدن از تتلو شکایت کردن و گفتن که اقدامات تتلو موجب خودکشی دخترانشون شده و 2 تا پرونده مجزایی هستش که گفتن که آره رفتن دخترشون رفته پیش تتلو باهاشون رابطه برقرار کرد، وقتی که برگشتن و پردهشون رو زده بوده تتلو روی بدی داشتن و اقدام به خودکشی کردن. این 2 پرونده هنوز باز هستش و توی مرحله تحقیقات هستش که چقدر اتفاقات و این موضوع ساعت داره و آیا تتلو اینها رو گردن میگیره یا نه. 2 تا پرونده شکایت‌های کیفری داشته. یکیش هم مربوط بوده به ماجرای شکایت سهراب پاکزادی که از خواننده‌هایی که قبلا شکایت کرده بود از تتلو به دلیل اینکه گفته بوده که تتلو از آثار موسیقی من به صورت غیر مجاز استفاده کرده بوده. چیزی هولوش 3 سال زندان رو برای تتلو بریده بودن که رفت و رضایت داد. البته توی یه دریایی که تتلو توش 20 متر رفته پایین، حالا تو 1 متر از آبش هم ورداری باز اون 19 متر اون توه، تأثیری نداره. این همه جرم جنایتی که اون کرده، حالا این هم یه رضایتی بده و یه سیستم خواهی اینا که آره من اومدم رضایت دادم و همه کفم زدم واو چه کار. در حال عموما بخشش کار رضایتمندیه و کار خوبیه. اگه کسی شکایتی دارید، حالا یه کوچولو ما رو دوست دارید، برید شکایتتون رو پس بگیرید، حالا جای دوری نمیره. و نکته بعدی این هستش که تتلو هم حکم مشابهی شبیه میلاد حاتمی در خصوص سایت‌های شرطمندی و قمار، پولشویی رو محکوم هستش، اختلال در نظام بانکی و پولی کشور رو داره و اینها همین به تنهایی همینا یه جرمای 20-30 ساله هستش که احتمالاً برای تتلو ببرن. ولی خب از اون طرف چون با رضایت و پای خودش به قولی حالا میگفتن برگشت ایران، که من هم چیزای دیگه ای شنیدم که حالا جلوتر به شما میگم، یکم قضیه رو پیچیده کرده. اون چیزی که من متفاوت در خصوص تتلو شنیدم این هستش که تتلو رو اومدن و معاوضه کردن با 2 تا از زندانیان سیاسی ترکیه‌ای که توی ایران بوده. حالا چرا این کار رو انجام دادن و تتلویی که با پای خودش رفته، بعدن با جزئیات بیشتر به شما این موضوع رو میگم. رکبی که تیم تتلو خورده بوده و این معاوضه سیاسی که از طریق مرز زمینی برای تبادل زندانیان سیاسی ایران و ترکیه از طریق تبادل تتلو اتفاق افتاده بوده. اینو یه گوشه ذهنتون داشته باشید، بعداً راجع به جزئیاتش بیشتر باهاتون صحبت خواهم کرد که کلکوپرتون بریزه که
چه جزئیاتی داره. اما در حال حاضر فعلا تتلو رو در حالت تحقیق نگه داشتن و بلا تکلیف دیگه. یعنی حالا اینا هم که دارن میگن شروری پیش نیست تا وقتی که دادگاهی براش تشکیل نشه چیزی نشه. الان تتلو در حال حاضر در بلا تکلیفی مطلق هست. شاید در ایام انتخابات بخوان ازش یک استفاده بکنن، اما الان بین دو جناح مختلف سیاسی ایران در خصوص تتلو درگیری است. عده‌ای میگن تتلو باید آزاد بشه، جناح سیاسی سمت اصولگران و اصلاح طلبان هم میگن نه تتلو باید اعدام بشه. یعنی ببین با این حدت و شدت حتی چند تا از نماینده‌های مجلس هم به پرونده تتلو ورود کردن و خواستن که وارد این پرونده بشن، لابیزنی کردن، رایزنی کردن که این اتفاق بیفته. به هر حال ایام انتخابات هست، شاید بتونن یه حجم زیادی از رأی ها رو هم بگیرن. اما چند تا از مراجع قم هم حتی رفته بودن پیششون، یعنی نماینده مجلس رفته بودن که استفتاء بگیرن و حکم بگیرن و حالا نمیدونم از این چیزای مذهبی پذیری بگیرن برای تتلو که موفق نشده بودن. یعنی حتی کار به اونجا هم کشیده شده بوده که حالا جزئیاتش رو بعداً به شما خواهیم گفت. اینها سرتیتر اتفاقات بوده و این اعترافاتی که خبرگزاری مهر به عنوان اختصاصی منتشر کرده، به عنوان یه خبر اختصاصی، البته چیزی که اینا گفته بودن رو که همه میدونن. تبلیغ چی بود اومد این گوشم پاکش بکنم، آره حالا بذارمش. چیزی به عنوان اعترافات از تتلو رو که همه میدونن. حالا این جزئیاتی که تتلو چجوری اعتراف کرده، چجوری تبادل صورت گرفته نماینده مجلس رو سعی می‌کنم که یه مقدار دیتیلامو کامل‌تر بکنم. دارم دیتیل میگیرم نسبت به این قضیه و توی ویدیوهای بعدی به شما میگم. حتما شما نظرتون رو در خصوص این قضیه بگید. اگه دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.